توی این ویدیو میخوام نحوه دوخت حروف به روش شماره دوزی رو بهتون آموزش بدم. نحوه دوخت حروف هم مثل اعداد هست که یه پترن دارن که بر اساس پترن شما میتونید حروف رو بدوزین. ببینید این حروف انگلیسی رو بر اساس پترنی که بهتون قبلا آموزش دادم روی پارچه شماره دوزی خیلی راحت میتونید بدوزین. به این پترن دقت کنید که به صورت مربع هست و در واقع پارچه هم بافتش به صورت مربع هست. بر اساس این پترنی که داریم روی پارچه خیلی راحت میتونیم در واقع دوخت بزنیم. من میخوام بنویسم تنو گالری. الان اینجا نگاه کنید تی 1 2 3 4 تا مربع هست که این تی به صورت افقی دوخته شده و به صورت عمودی هم 6 تا ردیف اومده پایین. به خاطر اینکه خیلی واضح و کامل بتونید تنو رو ببینید من روی این برگه شطرنجی خودم نوشتمش. ببینید به صورت افقی 4 تا مربع و به صورت عمودی 6. برای حرف ای، ان و او هم به همین ترتیب مشخص کردم. الان میخوام اینجا روی پارچه که همون پارچه در واقع تقویمم هست که پارچه 24 کانت شماره دوزی هست، میخوام این کلمه تنو رو بنویسم. اینجا 4 مربع به صورت افقی دارم، 6 تا مربع به صورت عمودی دارم. الان اینجا شروع میکنم و دوخت میزنم. محدوده رو که میخوام اینجا رو انتخاب کردم. ببینید من اینجا سوزن رو خارج میکنم، 4 تا مربع میرم جلو، 1 2 3 4 سوزن اینجا فرو میبرم و قسمتی که به صورت عمودی هست 1 2 3 4 5 6 که 2 تا مربع از این طرف خالی گذاشته، 2 تا مربع از این طرف و از وسطش 6 تا اومده پایین. دقیقا من سوزن رو از وسطش خارج میکنم و 6 تا مربع میام پایین، 1 2 3 4 5 و 6. به این صورت حرف تی دوخته شد. بهتره که در واقع نخمون پشت کار گره بزنیم و بریم حرف بعدی. برای حروف بعدیمون که ای هست ببینید 1 2 3 تا به صورت افقی اومده و 6 تا به صورت عمودی اومده. حالا چجوری تشخیص بدیم که از کجا شروع کنیم؟ از مربع بعد از حرف تی. سوزن رو میاریم بیرون، 3 تا میریم جلو، و 6 تا در واقع میایم پایین. و برای قسمت پایینش هم به همین صورت. و برای این خط وسط هم 3 تا مربع ببینید از بالا و 3 تا مربع از پایین رها کرده. 1 2 3 یعنی ما اینجا در واقع باید سوزن رو فرو ببریم. و برای حروف بعدمون که ان هست 1 2 3 4 5 6 تا مربع میاییم پایین. خب اگر دقت کنید از مربع دوم شروع کرده به صورت اوریب 1 2 3 و 4 تا مربع
به صورت اوریب اومده پایین. و سوزن رو مجدد از یه مربع پایین تر خارج میکنیم. به این صورت. و برای او هم که به صورت صفر دوخته میشه که ببینید دوتا مربع مستقیم دوخته شده و دوتا اوریب و خطوط کاملا مشخص هست که مثل صفر دوخته شده. این هم از نحوه دوختن حروف روی روش شماره دوزی.